بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در قرآن از دو گروه دعا کنندگان یاد می کند. یک گروه آنها چشم به دنیا دوخته اند و به جهان آخرت به اعتنا هستند، به اهمیت هستند. آنها در مقام دعا نیز از خداوند فقط دنیا را می خواهند و می گویند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. خداوندا آنچه میخواهی به ما بدهی در دنیا بده، چنین کسان در آخرت بی بهره اند. گروه دوم کسانی هستند که هم نظر به دنیای خود دارند و هم اعتقاد به آخرت. آنها این گونه دعا می کنند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگارا در دنیا به ما نیکی بده و در آخرت نیز به ما نیکی بده و ما را از آتش دوزخ دور نگه دار. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. اینها از آنچه خواسته اند بهره‌مند می شوند و الله با سرعت به حساب هر کس می رسد در روز قیامت. ای الله، ما را از جمله آنان بگردان که در دنیا هم برای ما نیکی عطا بکنی و در آخرت هم از نیکی های زیاد نصیبمان بگردانی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.